تا حالا شده برای دعوا و مادرتون عذاب وجدان بگیرین؟ منو گرفته و داستانش خیلی جالبه. من با خواهر بزرگترم یه دعوای سنگین داشتیم، یه دعوایی که فکر کنم جنگ جهانی دوم و سوم و اول جلوی این لنگ میندازن. بعد جنگ کردیم و دعوا کردیم. یه مامانم اومد، مامانم عاشق آبجیمه و طرف آبجیمو گرفته، باش 1 ساعت کامل دعوا کردیم. خب من بعد مادرم گفت که ای کاش تو پدر رو نمیبودی، ای کاش من تو رو به جا نمیمردم. منم دعوا کردم و در کوبیدم چند دقیقه. بعد شم داخل اتاقم نشسته بودم و یه چند دقیقه یوتیوب نگاه میکردن که یهویی یکی در رو باز کرد. بگم کیه؟ بگم کیه؟ بگم میخوایم بدونید کیه بچه ها؟ مادرم بود که پتو رو انداخت رو سرم و من جنان عذاب وجدانی منو گرفت. جنان عذاب وجدانی منو گرفت که تا 1 ماه گریه داشتم میکردم که من چرا به مادرم با مامانم